ساکنان دوشنبه شکوه دارند که نقلیات جمعیتی از روی جدول حرکت نمی‌کند. مسافران را دقیقه‌های زیاد در ایستگاه و درون نقلیات منتظر می‌مانند. اتوبوس‌های 2 و 7 و 43 آماده هستند. سالانه ترلبوس کمتر. دیر می‌آید. بازی من انتظار ترلبوس دارم. مشاهده ما هم نشان داد اتوبوس و ترلبوس ها نه تنها سری وقت به ایستگاه نمی‌رسند، بلکه بعدی به ایستگاه رسیدن راننده و پلچین ها به جستجوی مسافران می‌افتند. برای چی مسافر جمع می‌کنید؟ راننده اتوبوس از این پرسش و ثبت ما عصبانی شد. چیکارگری تو؟ ما ژورنالیستی. یک سال می شود در نقلیات جمعیتی دوشنبه مسافران راهگیرا را با کارت باید بپردازند. به سؤال ما که راننده ها چرا مسافر می جویند، اکثر راننده ها پاسخ ندادند. یک نفر پلچین اقرار شد که پول می گیرند. مسئولان تنظیم نقلیات شهر اعتراف می کنند که برخی راننده ها در ایستگاه ها زیاد می ایستند. برای زیاد سوار کردن مسافران منفعت‌دار بودن راننده و پلچین ها را رد می کنند. هر روزه همون پولی که همون در نقشه است از با طریق کردی شده است، همون معیار معین قطعی مسافران را سوار میکنند. از مقداری معین بار نمیکنند. اونا وظیفه دارن که هرچی بیشتر باید که مسافر. یه وظیفه دار نیستن، خیلی چند قدری که در همون ایستگاه است و موافق طلبات همون را میگیرن و راکی میکنن. یعنی که خون راننده ها از زیاد بار کردن مسافران منفعت دار نیستن. همه کار دارن، کار یک سفر ها تشکیل کردگی که مشکل در نقلیات جمعیتی شهر دوشنبه از مسئله هایی است که حل خود را نیافته است. هرچند مقامات اتوبوس و ترلبوس های نو وارد کرده نظام پرداخت غیر نقدی را جاری کرده‌اند، عادت پیشین برخی رانندگان باقی مانده است. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه.